بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل. بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب. السلام علیکم همراهان خوبی رادیو مهر. مدینه هستم و لحظات را در خدمت شما خواهم بود. دوستان عزیزم، 9 رمضان سال روزی وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، همسر پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. او زن مؤمن، درستکار، پاکدامن و بخشنده و مهربان بوده است. حضرت خدیجه یکی از ثروتمندترین بانوان مکه بودند و در تجارت نقش بسیار داشتند. حضرت خدیجه اولین زن هستند که به پیامبر خدا ایمان آوردند. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد و آله، یا ربی صل علی محمد و آله. یکی از خصلت‌های مهم و ارزشمند حضرت خدیجه رضی الله عنها فداکاری و ایثار او بوده است. مثلا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری رسیدند و حضرت خدیجه به ایشان و دین اسلام ایمان آوردند، تمام اموال و ثروت خود را در راه اسلام بخشیدند و از جان و دل برای اسلام و پیامبر خدا تلاش می‌کردند و از هیچ کمک دریغ نمی‌داشتند. یکی از فرزندان پیامبر دختر است با نام فاطمه که مادرش حضرت خدیجه می باشند. حضرت خدیجه و حضرت فاطمه رضی الله عنهما هر دو از زنان بهشتی می باشند. دوستان عزیزم، همراهی ما باشید تا در ادامه شعر در وصف مادرمان حضرت خدیجه رضی الله عنها تقدیم شما گردد. امشب فرشتگان خدا سوگوار تو، پر می کشند گریه کنان تا دیار تو. هم ناله با دل همه آسمانیان، جبریل روضه خوان شده است بانو کنار تو. تنها نلاله های دل داغدار ما، گلهای اشک چشم ملائک نثار تو. دل خسته ام به وسعت دلتنگی و فراق، زانو بغل گرفته ام امشب کنار تو. می سوزد از فراق تو با قلب دخترت، تا صبح مات و غم زده شمع مزار تو. یادم نمی رود شب آخر، شب سفر، باران اشک فاطمه بیقرار تو. همراهان خوبی برنامه مهمانی خدا جان، حضرت خدیجه رضی الله عنها یک نمونه مشخص از مؤمن و مسلمان واقعی که پیرو رسول الله هست می باشند.
باشد که ما و شما از ایشان شیوه درستی بندگی و پیروی از رسول خدا را یاد گیریم. دوستان و همراهان خوبم، همینجا برنامه را به پایان برده شما عزیزان را به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار. قناری آی قناری عجب صدا